با تازه‌ترین اخبار تاجیکستان و جهان، من شعله گلخوجه شما را استودیوی مرکزی رادیو زودی آشنا میکنم. امروز 3 مای است و در برنامه این موضوع ها را داریم. وقتی وبسایت خبری محدود می شود، انتقادها پنهانی صورت می گیرد. دیپلمات‌های غربی از محدودیت دسترسی به صفحه های اینترنتی در تاجیکستان تنقید کردند. 2.15 از سیم کارت نشد از شناسنامه می گیرند. تا انجام مهلت ثبت سیم کارت با شناسنامه نو 4 ماه دیگر مانده است. آره، همین اینا پاسپورت‌های نو گرفتیم. این پاسپورت‌های نو میسته وزیر 94 سامون. جلب سیاحان به تاجیکستان مهم است و یا درآمدی علاوه‌ای به خزینه. وکیلان تاجیک به ستانیدن بوج از جهانگردان داخلی و خارجی و داوطلبان حج روزیگی دادند. 15 روز $15 به فکرم سومیاتان آمدم و فکرم اویدکای نیست در دولت. امروز وضع آزادی بیان در یک همایش در دوشنبه بررسی گردید و چندی از سفیران کشورهای غربی از محدود بودن دسترسی به سامانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردند. از جمله سفیر بریتانیا در تاجیکستان هیو فیلپوت در این همایش گفت که اینترنت مثل برق و آب باید برای اهالی تامین باشد تا صدای همه شنیده شود. مارک پومرشایم سفیر آمریکا تاکید کرد وقتی دسترسی به سامانه‌ها محدود می شود، بجز از آزادی بیان اقتصاد نیز آسیب می‌بیند. به عقیده ما دسترسی به اطلاعات توسط اینترنت خیلی مهم است. سایت بندی ها و محدود نمودن دسترسی به اینترنت به صاحبکاری هم خلل می رساند. من از چندین صاحبکار شنیدم که دسترسی به اینترنت برای پیشبرد کارهایشان فوق العاده مهم است. این یکم. دوم اینکه دسترسی به اینترنت برای رشد جامعه ضرور است. این منبر است که مردم می تواند آزادانه نظر خود را ابراز کند. شهروندان با استفاده از اینترنت امکان دارند که مکالمه آشکارا داشته باشند. به عقیده ما سایت بندی ها باید خاتمه یابند و اینترنت فضای آزاد باشد. از طرف دیگر مسئله های امنیتی نیز وجود دارند و هر کشور حق دارد که با پدیده های شبیه تروریسم و غیره مبارزه برد. در هر صورت چنین مبارزه نباید یک بهانه برای کاملا بستن سامانه ها و شبکه‌های اجتماعی و امثال آنها باشد. مولا رجب یوسفی در ادامه صحبت از سفیر پرسید که امریکا برای تغییر وضعیت موجوده آیا اقدامی را روی دست گرفته است؟ بله، ما برنامه‌های مختلف داریم و با حکومت نیز در این زمینه همکاری راه اندازی شده است و بررسی آن به طور منظم جریان دارد. طوری می‌دانید ما هر سال در چارچوب مکالمه با حکومت تمامی مسائل جاری را مطرح می‌کنیم. از جمله در این چارچوب حقوق بشر و آزادی بیان بحث می‌شود. این مکالمه باز است. ما با حکومت در این زمینه همکاری می‌کنیم. چند پیش مدیر بخش آسیای مرکزی دپارتمنت دولتی به تاجیکستان آمده بود تا مکالمه را در اینجا ادامه دهد. ما امکان داریم که به طور مفصل در ملاقات با حکومت تاجیکستان این مسئله ها را مطرح کنیم. در این نشست نمایندگان مقامات دولتی تاجیکستان نیز اشتراک داشتند و به تامین بودن آزادی بیان در کشور زیاد تاکید کردند. همه سال 3 مای در جهان همچون روز آزادی بیان یاد می شود. این سنه را تاجیکستان امسال در شرایط تجلیل می کند که از سوی سازمان‌های بین‌المللی در قطار کشورهای سرکوبگر آزادی بیان جای داده شده است. رو می‌رویم به موضوع دیگر. با قرار حکومت تاجیکستان شخصانی که شناسنامه نمونه سال 2014 را ندارند سیم کارت‌های خود را از نو به قید می‌گیرند. مهلت ثبت دوباره سیم کارت‌ها در نیمه اول ماه آگوست به پایان می‌رسد. برخی از اقتصاددان‌ها قرار مذکور را راه دیگری پر کردن بودجه دولت از جیب مردم می‌دانند. همکاران ما تلاش کردند بفهمند تقدیر سیم کارت‌هایی که در مهلت تعیین شده از ثبت دوباره نمی‌گذرند چی خواهد شد. عبدالرحمن رحمانوف هرچند شناسنامه کاغذی داشت، در عوض معادل $10 شناسنامه پلاستیکی گرفت تا سیم کارتش را از نو به قید گیرد. گپ در مورد سیم کارت ها شد که اگر تو عوض نکنید شناسنامه سیم کارت را نمیتونید تا ماه آگوست بود. همین معلومات ها با این خاطر من پیشکی خودم رفتم. معلوم که وقتی که در عرفه همین عوض کردن شناسنامه اوج میگیرد، مثلا در ماه آگوست دشوارتر می شود. اگر تصور که اگر تا اون وقت اگر ما برسیم، مثلا برای یک شناسنامه رو سپاریدن و عوض کردن این قریب 15 روز 20 روز وقت میگیرد. اگر در این 15 روز 20 روز مثلا ژورنالیست نمیتواند که به سیم کارت باشد.
تا انجام مهلت عوض کردن شناسنامه‌های کاغذی با شناسنامه‌های پلاستیکی برای دریافت سیم کارت 4 ماه دیگر مانده است. ولی تلاش مردم برای گرفتن سندهای نو خیلی سست به نظر می رسد. قهار برای دریافت شناسنامه پلاستیکی 94 سومانی پرداخت کرده و هم جریمه شده است. سیم کارت نداده ایستاده است. برای همین اینا پاسپورت‌های نو گرفتیم. این پاسپورت‌های نو میسته وزیر 94 سومون. باینی 21 روز میگیریم. همین یک مهلتش بود شده. شما جریمه سپردید؟ ما جریمه. چند سوم؟ 55 سوم. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان میگویند در شناسنامه‌های کاغذی ایز یا نقش انگشت و نوع خون جای ندارد، ولی در شناسنامه یا کارت‌های نمونه سال 2014 چنین معلومات وجود دارد. این معلومات برای زودتر معین نمودن شخصیت صاحب سیم کارت کمک می‌کرده است. مسئله دیگری که ساکنان را نگران کرده است، جریمه و سرنوشت ناروشن سیم کارت ها پس از ماه اوگوست است. مسئولان وزارت کارهای داخلی بدون گذشتن مهلت شناسنامه جریمه کردن را رد میکنند. شکلی نوی پاسپورت شکلی نو هستم که کارت میگن باید امین رفته بگیرن، یعنی که تیپ خانوادگزار همین معلوم کرده شده است. علاقه شخصیت آدمی که مهلت پاسپورتش میگذارد باید سری وقت بود رفته عوض کند. مثال آدمی که دیر پاسپورت میگیرد اونا جریمه میشود. مسئولان خدمات علاقه گفتند با انجام مهلت از نو به قیدگیری سیم کارت ها قطع نمیشوند و مهلت میتواند تمدید شود. قرار تا 250 سومانی بالا بردن نرخ سیم کارت در پی ناراضگی مردم لغو شد. دیرتر مقامات در عوض گرفتن شناسنامه پلاستیکی و ثبت دوباره سیم کارت ها را به راه ماندند، چیزی که به قول بعضی از ساکنان در هر دو حالت به کیسه آنها ضربه زده است. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. تاجیکستان نیت دارد قانون جنایی را از نو تهیه و قبول کند. مقصد از تحریر قانون سبکتر کردن جزاهای آن و یا گمانیزاسیای کدکس جنایی گفته می شود. قانون جنایی عمل کننده در سال 1998 قبول شده. از جزئیات بیشتر و همکارم عبدالله اشرف در دست دارد و حالا با او صحبت میکنیم. عبدالله سلام. خب نخست بگو که کودکس به کدام اساس تحریر می شود و پس از تحریر چگونه خواهد شد؟ سلام شهلا. طبق برنامه اصلاحاتی که حکومت تاجیکستان پیش گرفته است، قرار است تا سال 2021 کودکس جنایت تاجیکستان از نو تهیه و قبول کرده شود. کودکس در شکل نو باید قبای بشردوستانه به خود کسب کند و بسیاری از کردارهایی که عین حال برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده می شوند با جریمه و یا جزاهای سبکتری دیگری مجازات شوند. این اقدام حکومت در حالی است که طی چند سال اخیر تغییرات هایی که به کودکس جنایی وارد می شدند تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا بودند. از سال 2015 به این سو کردارهای مثل تحقیر عمومی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت یا تهمت کردن به او، دیده و دانسته سرایت کردن شخص دیگر به ویروس نورسایی مسئولیت بدن، سفیدکنی عمومی، تروریسم و اکستریمیسم، اجرا نکردن عهدهداری عاید به تعلیم و تربیت نابالغ وارد شد که از 1 تا 5 سال زندان را در نظر دارد. کودکس جنایی تاجیکستان برای جزاهای سنگینش از سوی سازمان‌های بین‌المللی و حامیان حقوق تنقید می‌شد. بخش حقوق انسانی سازمان ملل متحد نیز از تاجیکستان دعوت کرده بود که معیارهای کودکس جنایی را بشری‌تر کند. عبدالله، حامیان حقوق مشخصاً کدام بندهای کودکس جنایی را سنگین می‌دانند و به اصلاح آن دعوت می‌کنند و آیا معلوم است که حکومت تا کجا به اصلاح آن اقدام خواهد کرد؟ شهلا هنوز معلوم نیست که مؤلفان تا کجا قانون جنایی را نرم میکنند و کدام ماده ها را حاضرند از آن حذف کنند، اما حقوقشناسان و حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند سالهای آخر بسیاری از جوانان تنها به خاطر پخش تگمه لایک و یا کلاس در شبکه‌های اجتماعی به افراطگرایی و یا جانبداری از آن گناهکار دانسته زندانی شدند. در تاجیکستان سال 2016 به کودکس جنایی مفهومی سفیدکنی عمومی، اکستریمیسم و تروریسم از جمله توسط اینترنت وارد شد و گذاشتن لایک را هم در اکثر حالتها تفتیشات به معنای سفیدکنی و یا ترغیب غایه‌های افراطی قلمداد می‌کند. بنابراین حامیان حقوق انسان در تاجیکستان میگویند یکی از بندهای تحریر طلبی کودکس جنایی مربوط به افراطگرایی است که بسیاری از جوانان با همین جرم پسی پنجره رفتند برای سالهای طولانی. به گفته آنها نباید شهروندان برای گذاشتن یک لایک
زندانی شوند. خب باز هم گفته می شود اکثریت جزاهایی که از سال 2010 به این طرف وارد کودکس جنایی شدند، هر کاربر اینترنت را در یک آن واحد می تواند به جنایتکار تبدیل بدهد و طور خودت هم اشاره کرده عبدالله، یک لایک کافی است. سپاس برای صحبت. بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس النوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس میگیریم. برنامه را ادامه میدیم. شروع از ماه روان برای دیدن همین منظره های ناتکراری که از طرف شرکت های تاجیکستان برای تبلیغ زیبایی های کشور استفاده می شود، سیاحان خارجی باج می سپارند. این افغانی به تاجیکان هم که توسط شرکت های توریستی به خارج می روند دخل دارد. از داوطلبان حج نیز اکنون باج حتمی ستانیده می شود. مبلغ به کجا صرف می شود و ساکنان در این باره چی نظر دارند؟ در گزارش همکاران ما از نستعلیق شیوریما تماشا میکنیم. سیاحان خارجی عهدهدار میشوند که برای هر روزی بود و باششان در تاجیکستان $1 پرداخت کنند. همین گونه مبلغ از سیاحان داخلی نیست که طریق راهخط به کشورهای خارجی می روند ستانده می شود. سال گذشته تقریبا 1,200,000 جهانگرد خارجی از تاجیکستان دیدن کردند. سیاحت آنها در کشور به حساب میانه تا یک هفته را تشکیل می دهد. همچنین مقامات تاجیکستان از هر داوطلب زیارت حج فرضی و عمره $50 خراج حتمی خواهند ستاند. وزیر مالیه تاجیکستان در جلسه پارلمانی گفت مبلغی که از باج به دست می آید برای رشد اینفراستراکچور یعنی بنیاد مهمانخانه ها، تعمیر پیکره های فرهنگی، راه و گلگشت ها و تبلیغ تاجیکستان در وسایط اخبار عمومی خارجی صرف خواهد شد. در این زمینه با در نظر داشت تجربه جهانی مقرر نمودن خراج سیاحی برای دریافت منبع‌های نوی واردات مبلغ به بودجه دولتی و به خصوص برای بنیاد اینفراستراکچور معاصر سیاحی مساعدت می نماید. طبق کوتاهای معین شده در سال 2017 و 2018 متناسباً 6,500 و 7,000 نفر شهروندان جمهوری زیارت حج فرضی را انجام دادند. در شرکت‌های سیاحی میگویند باید بین جهانگردی و حج فرق گذاشته شود. به گفته شرکت‌های سیاحی، ستاندن باج همان مالیات مهمانخانه‌هایی است که در سراسر جهان رایج است. در دیگر کشورها این تجربه وجود دارد، اما در تاجیکستان هنوز مکانیزمی مربوط به سیاحان داخلی پوره شکل نگرفته است. امیدواریم با قرار حکومت ما این را بر راه میمانیم. یکی از مالیات سپارندگان مهمانخانه ها و شرکت های سیاحی خواهند بود که جهانگردان را قبول می کنند. حالا برای آنکه باج دو کرته سپاریده نشود، این مسئولیت را یا شرکت های توریستی بر دوش می گیرند یا مهمانخانه ها. ساکنان تاجیکستان نسبت به باج ستانی نظر یکسان ندارند. آنهایی که به خارج کشور برای استراحت نمی روند از طلبات نو استقبال می کنند. بعضی دیگر برعکس مخالفند و میگویند این نوگانی شماره خواهشمندان سفر به تاجیکستان را کم میکند. ای طرف ما هم بدیش کد نمیره، مقصد کم آدم میره. значительно کم میشه، توریست هم کم میشه. Я думаю, что в любом случае به نظر من در اول می شود مبلغ باج را کمتر کرد، اما در هر صورت کشوری که برای جهانگردان مکانهای دیدنی دارد و قابل توجه است باید باج ستاند. این مبلغ حداقل برای بنیاد گلگشت ها کمک по крайней мере строить также какие-то парки. خریدن در کار از اندازه $1 رو خصوصی نیست به فکرم. هر یک روز 15 روز $15 به فکرم سوم یافتن آمدم به فکرم اوبیتکای نیست در دولت. وقتی در تاجیکستان سال رشد سیاحی اعلان شد، برای شرکت‌های توریستی بعضی سبکی‌ها را در مسئله اندازبندی پیش بینی نمودند، ولی حالا برعکس باج را تعیین کردند. من فکر می‌کنم این اقدام برای رشد سیاحی مانع می‌شود. با این هم ستاندن باج حتمی از سیاحان داخلی و خارجی الکی از ماه می آغاز می‌شود. اما برنامه ما برای امروز به پایان میرسد. اگر میخواهید گزارش‌های بیشتر از این را تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ابونه شوید. اخبار تازه ترین تاجیکستان و جهان در وبسایت رادیو آزادی دسترس است. تا ملاقات بعدی که در هفته نو پیشنهاد میشود شما را به خدا میسپاریم و تماشای برنامه‌های بعدی ما را فراموش نکنید.